بسم الله الرحمن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، برادران و خواهران به نهایت عزیز و ارجمند و پدر و مادران مهربان، امیدوارم که همگی خوب و سلامت هستید و در این روزها از خداوند تمنا دارم که برای هر یک شما اولا تندرستی و بعدا تینجی امانی و فیض و برکت عطا گرداند. دوستان عزیز، چون هر وقت امروز شنبه است و ما در خدمت شما با برنامه 60 دقیقه پلوس، برنامه تحلیلی سیاسی، و من هستم سلیم سلطانزاده در خدمت شما. امیدوارم که باقی دیگر همتون صحت و سلامت باشید. دوستان عزیز، برنامه را آغاز میکنیم. همتون خیلی خوب میدونید که این کانالی که حالا شما تماشا میکنید، یعنی پیمان لایف، مربوط است و پیمان ملی تاجیکستان و در هر هفته روز شنبه ما روی افیر میبریم و مستقیما و بعضی گاه میشود که آن با ثبت میرود، اما ما حرکت میکنیم که آن مستقیم به افیر رود. مثل امروزه، مثل برنامه‌های گذشته، دو برنامه گذشته ما با مهمانی استاد کبیری گذشته شده بود و آن هم درباره دادگاه موضوعی با دادگاه گاگا وارد کردن شکایت از بالای حکومت امام علی رحمان از جانب مخالفان بود. و دوستان عزیز، با اون دو برنامه خیلی از شما پیام ها گرفتیم، خیلی سوال ها گرفتیم و امیدوارم که با خیلی از سوال های شما ما پاسخ هم داده باشیم و دیگر آن فکر و ملاحظه‌ای که شما ارسال کردید در برنامه آینده نیز آنها رو ما بررسی خواهیم کرد. امروز باشد دوستان عزیز، من یک برنامه دیگر رو می‌خواستم، یک موضوع دیگر رو مطرح کنیم. آن هم باشد یک موضوع که خیلی مهم است. ما باید آن را همیشه گپ زنیم، همیشه حرف زنیم و یک سال دو سال نه، بلکه این متاسفانه چند سال است و آن هم باشد مربوط به مهاجرت مهنتی است و عموما مهاجر شدن تاجیکان از تاجیکستان، هجرت بستن، کوچ بستن و بیرون شدن از تاجیکستان با کدام مقصدی که نباشد. البته هجرت کردن برای دانش آموختن، برای یگان کاری بیشت خوبتر و کریر خود را ساختن، این را البته جنبه‌های مثبت دارد، اما وقتی که عمومی میرویم و مهاجرت مهنتی از سببی که در وطن ما جای کار پیدا کردن نمیتوانیم، ما زندگی خود را تامین کردن نمیتوانیم، ما اون خواسته های خود را برآوردن نمیتوانیم و مجبور میشویم به یک مهاجرت کاری رفتن، این البته نگران کننده است. و دوستان عزیز، پیش از آغاز و پیش از تکلیف معرفی مهمان، من میخواستم از شما دعوت کنم که حتما آبونه شدن را فراموش نکنید. کمک شما برای ما همین آبونه شما است و گذاشتن لایک و شرح و نظر، نوشتن شرح و نظرهایتان است. البته این خیلی مهم است برای ما، چون که هر یک پسند شما، یعنی همون لایک شما، هر یک کامنت شرح شما برای ما آن را معین معلوم میکند که یعنی شما با ما هستید، ما رو تماشا میکنید. اون جایی که جای انتقاد است باید انتقادی خالصانه کنید تا که ما اصلاح شویم، ما بهتر خوبتر کار کنیم. و اون جایی که یگان نظر دارید، پیشنهاد دارید، نوری دیده، مرحمت نویسید. و دیگر اینکه غیر از این کانال یوتیوبی ما در دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک، فیسبوک، در این شبکه‌ها ما صفحه داریم با همین نام، صفحه پیمان لایف، و حتما با اونجا وارد شد. در اپیسانی زیر همین، یعنی در نوشتجات زیر همین نوار هم هست یعنی لینک پیوند همون کانال ها، اونجا وارد شوید. البته اونجا نیز آبونه شوید. در اونجا نوارهای کوتاه را میمانیم، در اینستاگرام، در تیک تاک، در اینها شما میتونید نوار کوتاه را تماشا کنید از همین برنامه‌های ما گرفته، یا که از برنامه‌هایی که در گذشته بودن از آرشیو گرفته. دوستان و گروه تکنیکی خدمت میکنن، مهنت میکنن، زحمت میکشن تنها برای اون که برای شما اون چیزی که در گذشته بود و امروز گفته میشود آن را پیشنهاد کنن تا شما از آن بهره مند شوید و موقع هم مهمانان این کانال ما را بینید و هم عموما موقع راهبران و عموما اعضایان فعال پیمان ملی تاجیکستان را شنوید. انا میگذاریم به موضوع امروز اکنون. دوستان عزیز، موضوع هم نام گذاشتیم هجرت برای جنگ، اجباری و یا اختیاری. و برای این موضوع ما هم تکلیف کردیم برادر دوست عزیز ما الهام جان یعقوبوف را که خیلی از ما و شما برادر خوب میشناسیم. این نفر حالا
یکی از مسئولیت‌هایی که دارند این راهبری اساساتی مهاجران آسیای مرکزی در اروپا و قرارگاهش در ویلنیوس است. سلام علیکم اکالهم جان، ما رو صدای ما دارید؟ همه خوب؟ و علیکم السلام سلیم جان، آواز من هست؟ بله صدای شما هست. بله. خوش آمدید و از شما خیلی منت دارم که این تکلیف ما رو قبول کردید و برای امروز وقت جدا کردید تا با ما باشید، با هموطنان ما، با مردم عزیز تاجیک یک جای باشیم. و ما وظیفه ما خیلی که در ابتدا گفتم خدمت کردن برای این مردم است و گفتن حرف این مردم و تحلیل کردن مشکلاتش و جستجو کردن راه حل های این مشکلات و مشکلاتی که امروز ما میخواهیم بیان کنیم آن هم وابسته است به یکی از فاجعه های عصر، یعنی این هم باشد جنگ و جنگ به دنبال مهاجرت. متاسفانه ما تاجیکان در این عصر زمان معاصر به یک وبای گرفتار شدیم، آن هم باشد مهاجرت مهنتی. ولی متاسفانه با تمام اون مشکلاتی که مهاجرت مهنتی دارد، با مثال مشکلاتش در بدوباش در هجرت، مثل همون رجیستراسیون، پرپیسکا و جای کار یافتن و جای خواب یافتن و این خیل همین قریب 80-90% تاجیکان در مهاجرتن، میدونن مشکلات و پرابلماش. ما هم از سر این مهاجرت ها رو گذراندگی میفهمیم، از همون از وارد شدن به ایرپورت خوجند و یا دوشنبه و یا کلاب مشکلی مهاجر سر میشود تا برگشته آمدنش. با بالای این همه متاسفانه یک مشکلی دیگر هم پیدا شده است و آن هم یک دردسر بسیار سخت، آن هم باشد همین مهاجرای تاجیک را مجبورن یا اختیاران خود آنها رفتنشان به جنگ و در آنجا متاسفانه یا وفات میکنن یا مجروح میشن یا ناگران میشوند. موضوع امروزی ما همین است و علل خصوص برای همین اکاش ما الهام جان ما شما دعوت کردیم تا که در همین موضوع صحبت کنیم. حالا پیش از آن که به همین موضوع گذاریم اکا، حالا میخواستم یک معلومات کوتاه بگم که روزهای نزدیک یکی از طرح‌ها یعنی پروژه‌های اوکراینی خبر داد که در اوکراین یعنی از جانب ارتش روسیه زیاده از 3000 اهالی از آسیای مرکزی، یک نفر مهاجران از آسیای مرکزی جنگ میکنند که از آنها قریب 1000 نفر، زیر 1000 نفر از تاجیکان است و متاسفانه تا این وقت نزدیک به 200 نفرشون کشته شدند. این مصیبت است دوستان، این مصیبت است البته. و حالا برای به این موضوع برگشتم، تنها خواستم یک در مندرجه گویم و یک چیز را حاضر در ابتدا پیش سخن دادم به اکای الهام جان، میخواستم یک حرف دیگر رو بگم که ما حالا قرار داریم روزی 10 می سال 2025، یعنی رسا 80 سال پیش در سابق شوروی روز غلبه را قید میکردن، روز غلبه بر فاشیسم، یعنی آخری جنگ را قید میکردن، یعنی پیروز شدن از بالای یک آلمان فاشیستی، یک رژیم دیکتاتوری، یک رژیم فاشیستی نازی، این را قید میکردن. البته که جنگ دوم جهان وقتی که ما میگیم از روی تاریخ، از روی حجت ها، اون نه 9 می بلکه 2 سپتامبر سال 45 واقع رسیده است. آن هم بعد از تسلیم شدن ژاپنی ها، یعنی جنگ دوم جهان نه تنها در اروپا بود بلکه در آسیا نیز بود. خوش این تاریخ است، این را باید خیر احتمال کم و بیش هم دانیم، اما حالا میگذاریم به موضوع امروز اساسی. اکای الهام جان، حاضر سوال اول به شما چی میگن است؟ شما همچون یک مسئولی که بیواسطه با مهاجران سر و کار دارید، از مهاجران تحلیل میکنید، کار و فعالیت مهاجران را بررسی میکنید، حالا شما لطفا میگفتید که وضع مهاجران تاجیک امروز چگونه است؟ این را ببینید که اکا جان، من این را پیش از آن که به شما پاسخ دهید میخواستم بگم که تاجیکان ما نه تنها مثال در یک کشور بلکه شاید در 10 کشور مهاجران. در قزاقستان هم مهاجر داریم، در روسیه هم مهاجر داریم، در اوکراین هم مهاجر داریم، در اروپا در 27 کشور اروپا هم مهاجر داریم، در انگلیس هم مهاجر داریم، در ترکیه داریم، در امریکا داریم، امریکای شمالی، شاید در جنوبیش هم باشد. این میگه که تاجیک در همه جا هست، قریب در همه جا، غیر از انتارکتیدا دیگر در همه جا هست، حتی در استرالیا هم هست و اکثر آنها مهاجرند، مهاجر مهنتی هم. حالا شما میخواستم فهمم که عموما وضع امروزی مهاجر تاجیک چه خیلی است و در کدام کشورها چی
خوبی ها دارم، پیشروی ها دارم و چی مشکلاتی دارم؟ مرحمت اکا. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم برادر عزیز سلیم جان و تماشابینان گرامی. واقعا یک موضوع خیلی مهم است. ما درباره مهاجرت هرچی چقدر میگوییم این کم است، ولی باید تاکیداً و ما در هر برنامه میگوییم که هجرت یا مهاجرت تاجیکان این مجبوری است و مجبور مردم تاجیک به خاطر آنکه از فقر و از بیکاری یک به یک حالت دیگر گذرد مجبور هست که به هجرت برای مهاجرت دست زند و باید همین چیز را معلوم بکنیم که همین مهاجر شدن تاجیکان این وابسته به خود سیاسی حکومت جمهوری تاجیکستان است. من در آخرین وقتها به همین خلاصه آمدم که اگر چندی که پیش هم به همین خلاصه بودم، ولی حال عمیق و درست همین درک کرده ایستادم که حکومت جمهوری تاجیکستان با چند سبب‌ها و عامل‌ها میل به آن دارد که شهروندان جمهوری تاجیکستان همیشه در مهاجرت باشد، همیشه در مهاجرت مهنتی باشد، از جمله همین برق ندادن، از جمله بی‌ثبات کردن مردم، جای کار رو تامین نکردن. چند سبب‌های هست که این خواسته حکومت جمهوری تاجیکستان این کار را انجام می‌دهد که چون مردم در همین شرایط طاقت کرده نتواند و به مهاجرت مهنتی رود. یعنی که نه تنها هجرت یا مهاجرت تاجیکان مجبوری است، بلکه حکومت جمهوری تاجیکستان مجبور میکند که یعنی که شرایط رو فضای رو چنین میسازد که بخصوص جوانان از 18 بالا یا از 16 ساله بالا تا 50 60 ساله در هجرت و مهاجرت مهنتی باشد. و یکی از سبب‌های اساسیش این است که چون حالا در تاجیکستان انتقال قدرت برنامه‌ریزی شده است و به خاطر همین هم حکومت جمهوری تاجیکستان با اون میل دارد که جوانان بخصوص جوانان تا 30-40 ساله ها در هجرت باشند و برای همین انتقال قدرت یگان مانعی نرساند. دیگه چند سبب ها هست که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان همین فضاسازی و همین برنامه را دارد که تاجیکان ما در هر کشوری که نباشد مهاجر باشد و برای به خاطر همین است که مردم تاجیک شما چه خیلی گفتید غیر از انتارکتیدا دیگه در همه تقریبا در همه کشورها جای یافتند و کار یافتند و اگر چندی که با عذاب و درد و رنج هم باشد مردم تاجیک در اون کشورها کار و فعالیت دارد و از همه وضعیت بدترین اگر به سوال شما بگذاریم از همه وضعیت بدترین و طاقت فرسا البته این کشور روسیه است که بیش از 2 یا 2.5 میلیون اهالی کشور ما شهروندان تاجیکستان در اونجا همچون مهاجر مهنتی ثبت نام شده است. با همین شرایط وزنین آنها کار و فعالیت دارند و دیگر خیلی که هم شما گفتید و این موضوع وابسته به همین جنگ تجاوزکارانه روسیه بر ضد اوکراین هست و علاقه مهاجران مهنتی رو همچون یک سربازان ارزان یعنی که یا جنگاوران ارزان یا سولدات‌های ارزان به حساب گرفته آنها رو مجبوراً به این جنگ میفرستند. ولی مهاجران مهنتی در اروپا البته وضعیتشان خیلی بهترتر است، ولی به هر حال در اینجا اون مسئله هایی هست که مهاجران مثلا از هم دشوارتر برای مهاجران در اروپا و در کشورهای دیگر این البته زبان است، بریری زبانی است که بسیار مهاجران به همین طاقت کرده نمیتوانند یا زبان آموزی کرده نمیتوانند و جای کار یافته نمیتوانند و برای همین همه کشورها خاص برای خودش یک درد و رنج و مشکلات ها دارد که به هر حال مردم و ملت تاجیک هر کشوری که میرد و یک مشکلات ها گرفتار می شود. ولی خیلی که گفتم از همه مشکلات زیاد و پایمال شوی حقوق انسان در روسیه دیده می شود. اما اگر درباره مسئله پایمال شدن حقوق انسان یا کارفرما پولش رو ندادن که در روسیه و بعضی کشورهای سابق اتحاد شوروی این مسئله ها دیده می شود، در کشورهای اروپا بخصوص اعضای اتحاد اروپا و خود بریتانیای کبیر این مسئله ها نیست و چه خیلی گفتم دیگر مسئله هست که خاص برای همون کشورها و خاص به خود تاجیکان وابستگی دارد و وضعیت امروزی تاجیک افسوس که همیشه دقت بار و فاجعه بار هست، چون واقعا وقتی که شما مجبور کشور رو ترک میکنید یک کاری
маҷбурӣ аслан худаш як чизи бохт аст. Бубинед, ҳар касе ки як амалро маҷбурӣ иҷро мекунад, ӯ чӣ хеле гуфтам як бохт дорад. Мисли мани шумо аст ки имрӯз мо маҷбур будем ки кишвари Тоҷикистонро тарк кунем ва бубинед мо аз ватан берун шудем ки як бохт аст. Аксарият дар хизмати падар модар нест ки як хеле бохти калон аст. Дар силаи раҳм байни мо муҳоҷиро вуҷуд надорад ки ин як бохти калон аст. Мо дар, хона, замин, манзил ҳамаашро аз даст додем ки як бохти калон аст. яъне ҳар амале ки маҷбурӣ анҷом дода мешавад дар ӯ бохт аст. барои ҳамин муҳоҷирони меҳнатии мо ки маҷбуран ба муҳоҷират мераванд, чун хеле гуфтем аз сабаби фақру бекорӣ воқеан ба ҳамин бохтҳо гирифтор шуданд ва худи дар ҳамин кишварҳое ки онҳо фаъолият мебаранд, дар он ҷо ҳам баъзе масъалаҳое ки ба бохт гирифтор мешавад. Масалан, ҳоло бубинед, моҷарои муҳоҷират дигар танҳо фақру бекорӣ нест, балки масъалаи ҷони инсон гаштааст. ҳатто чӣ хеле кам дар аввали барнома ҳам гуфтам, муҳоҷирои меҳнатии мо баъзан ё ҳатто бештар ҳамчун як ҷанговарони бепул ё ҷанговарони арзон истифода бурда шудааст ки воқеан ин хеле як фоҷиаи замони муосир аст. خیلی خوب، سلامت باشید اکا. برای اینقدر هم مفصل فهمانده دادن این موضوع. ببینید که اکا الهام جان، آدر شما در سخنرانیتان یک چیز را قید کردید. اینجا میخواستم تماشابینان هم علل خصوص مهاجران و پدر و مادران نیست به این اعتبار تیان. حالا شما گفتید که حکومت خودش فضا را چنین ساخته است که تاجیک عموما چی زن باشد چی مرد باشد. حالا اگرچه در گذشته فقط مردها هجرت میکردن، حالا زنها نیز متاسفانه در هجرت هستند. فضا رو چنین ساخته است که مردم خودش باید که به مهاجرت رود، پول صرف کند، بلیط خرد، قرض گیرد، مالش را فروشد، دیگر چیزش را فروشد و با یک از یگان کس قرض و قوال کند. بعد بسیار از بانک قرض میگیرند و میرن مهاجرت. این مهاجرت مثال چیز خرسنده نیست. مثال همین ما از سر گذراندیم، نانش خودش تلخ است، این خودش یک واقعیت است. اما شما میگفتید که برای چی حکومت چنین فضا میسازد؟ یعنی حالا عینا با قید کردید که به جوانسین مردم 30-40 ساله عموما از زمین 20 ساله بالا رو میخواهد که بیرون از تاجیکستان شوند. به خاطر چی؟ برای چی حکومت نمیخواهد که این قوه کاری در تاجیکستان باشد؟ اینقدر کارگر، اینقدر عین و عین جوانیشان در تاجیکستان اینها رو نباشند. برای چی؟ بله، این عامل‌های زیاد دارد. یکی از عامل‌های اساسیش وقتی که من به همین خلاصه آمدم که واقعا وقتی که از سال 2010 علاقه مثلا برنامه انتقال قدرت، یعنی برنامه‌ریزی کرده شد، باید امامالله رحمانوف یکی از فرزندان خودش رو به منصب خودش، یعنی که رئیس جمهور شدن، علاقه برنامه‌ریزی شده بود. از همون زمان اینا به خلاصه آمدن که باید در تاجیکستان سن جوانان بیشتر میل به مهاجرت، میل به هجرت کرده شده باشد. یعنی این یک برنامه‌ریزی شده است و ببینید که حتی برای به خاطر آن که مردم همین میل پیدا کند و مجبورن به هجرت رود، آنها رو بی‌سواد کرده ایستاده است. واقعا در مکتب‌ها، در دانشگاه‌ها سواد درست نیست. اینا هر یک نفر میدوند و بعداً برای چی برق نمیدهد؟ برق هم به خاطر همین داده نمیشود که مردم 6 ماه 7 ماه بی برق زندگی کند در یک شرایط طاقت فرسا، در یک شرایط بی برقی زندگی کند و میل به مهاجرت پیدا کند، میل به مهاجرت مهنتی پیدا کند تا که در آنجا کشوری که اونها انتخاب میکند در آنجا حداقل برق هست، حداقل یک زندگی درست‌تر است، آب گرم هست و به خاطر همین یک شرایط به وجود آورده شده است که مردم خودش میل پیدا کند، مردم خودش همین کار رو انتخاب کند، مجبور به روسیه، به یک کشورهای دیگر به مهاجرت مهنتی رود به خاطر تنها به خاطر یک نفر، به خاطر یک نفری که از فرزندان امامالله رحمانوف این باشد هم رستم امامعلی که این آماده کند و به کرسی خودش امامالله رحمانوف بشناند. به خاطر یک نفر باید میلیون ها نفر عذاب کشد، درد کشد، رنج کشد، بی‌برقی کشد. خلاصه همین فضا سازی، همین برنامه سازی و شرایط بد کردن در تاجیکستان به خاطر این است که مردم و ملت تاجیک بخصوص جوانان به هجرت روند و برای هیچ کس
مانع نرساند که انتقال قدرت رستم امامعلی بیاید به جای امام رحمانов رئیس جمهور شود. این همین برنامه‌ریزی، همین نقشه‌کشی تنها به خاطر همین است. یعنی شما گفتنی هستید که اگر اون میلیون ها مهاجرانی که حالا در بیرون از تاجیکستان هستند در داخل تاجیکستان باشند، آنها حق خود را دعوا میکنند، حق خود را طلب میکنند و حکومت به حکومت اجازه نمیدهند که مثال ببندوباری کند. درست؟ یعنی حکومت مجبور باشد که به آنها گوش دهد. بله ببینید، حال سال 2009 امام رحمانов برای برق را سراسری برای همه اعلان کرده بود که سال 2009 گفت که سال 2010 شما دیگر همین برق افسانه می شود و واقعا حکومت جمهوری تاجیکستان برای سرتاسری دادن برق به هر یک ساکنی، یعنی که خانواده یا ساکنی شهروندان تاجیکستان دارد، همین افضلیت و همین مثلا انرژی دارد که به تاجیکستان برق سرتاسری شود. اما برای چی نمیتید؟ به خاطر آنکه در یک مردم را به یک شرایط زندگی کند که بی‌برقی خیلی وزین است. من حتی تصور کرده نمیتونم که مردم در تاجیکستان چگونه در زمستان خنک بی‌برق زندگی میکند. یعنی به خاطر این است که همین مردم از حق خود تلاش کردن بماند و به یک کشور رود و در آنجا برای قوت لایمود، برای نان سیاه یافتن تلاش بورزد و تمام فعالیت‌ها و انرژی خودش را در همونجا صرف کند، نه در تاجیکستان حق تلاشی کند، نه در تاجیکستان به سیاست دست زند، نه در تاجیکستان یک کارهایی که به نقشه اینها نادرست میگیرد یا به نقشه اینها مانعی میرساند به همین دست زند. به خاطر همین اگر جوانها واقعا در تاجیکستان می بود، یک شرایط درست می بود، برق می بود، معارف خیلی زود خوب کار میکرد، سواد خوب می داشت، واقعا انتقال قدرت در تاجیکستان با اون صورت تیزی که رفته ایستاده است با همین صورت رواج نمیافت و این البته مانعگیری کرده می شود. و ببینید که برای انتقال قدرت البته خیلی مسئله های دیگر هم هست، برای قتل و کشتار و مردم زندان کردن، ولی سبب اساسی، عامل اساسی مهاجر شدن تاجیک همین انتقال قدرت است. این عامل اساسی است که من به همین سالهای اخیر به همین نتیجه رسیدم. اگرچند که فقر و بیکاری، همین فقر و بیکاری، بی‌برقی، بیسوادی همین به همین انتقال قدرت وابسته است. یعنی همین شرایط رو حکومت جمهوری تاجیکستان فضاسازی همین شرایط رو آورده است که تا مردم تاجیک مهاجر شود. اگرچه حکومت جمهوری تاجیکستان پتانسیلی بهتر کردن زندگی مردم را دارد، خیلی که من گفتم پتانسیلی برق دادن را هم دارد. البته این موضوع خیلی وسیع است، چون این درباره هجرت و مهاجرت همین چیزا وابسته است که ما الکی وسیع‌تر گفته ایستاده ایم، ولی شاید که از برنامه و موضوع برنامه‌اش کمتر بیرونتر شدیم. میتونید شما با وارد این برنامه شوید؟ بله البته تمام وقت همین رو گفتنی هستم که حالا بحث مقصد گذاریم موضوع. اکوی لامجان، ما حالا خیلی خوب میدونیم که در همین شب و روزها تاجیکان به خاطر که شهروندی روسیه را گیرن در مهاجرت میرن، برای با پتنت کار میکنن، پتنت میسپارن، اما در شرایط امروزی روسیه برای به دست آوردن شهروندی که خیلی آسان شده است با آسان به داخل ناکنک تنها باید شرطنامه امضا کند با وزارت مدافع این کشور و رود در جنگ اشتراک کند و میتواند شهروندیش را گیرد. و خیلی از تاجیکان هم ما میدانیم که عیناً برای همین مهاجرت برای به دست آوردن شناسنامه روسی، شهروندی روسی، با همین عمل دست زده ایستادن. نگاه شما چرا تاجیکان مجبورن، یعنی یک نفر تاجیک شهروند تاجیکستان مجبور می شود که برای شهروندی دیگر کشور، برای پاسپورت دیگر کشور رود در جنگ جانش رو در خطر گذارد؟ برای چی این خیل میکند؟ حالا که خودش شهروندی دارد، خودش خانه دارد، وطن دارد، کشور دارد، حکومت دارد، همین رو میپرتاید، میرود به یک کشور، برای یک کشور دیگر جنگ میکند تا که حجت به دست بیارد. این یعنی مثل که از زندان گریختن. این چرا چنین شده است؟ سبب است این یک مصیبت خیلی وزین است. این یک مصیبت است.
мусибати миллат, мусибати мардум аст ки афсус ки ҳамин ҳам як сиёсати нодуруст ё сиёсати ҳисобшуда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки мардум ва миллати тоҷик, хеле ки шумо хеле дуруст ҳам гуфтед, ҷони худашро дар хатар мегузорад, ҷони худашро дар як баҳои баланд мегузорад то шаҳрвандии як кишвари дигарро ба даст биёрад ва ҳатто медонад ки дар ин ҷанг кушта мешавад ва медонад ки хатарҳои зиёд дорад, вале ба ҳамин хатарҳо, ба ҳамин ҷон доданош фикр намекунад ва ба ҳамин шартнома розӣ мешавад. Аммо бубинед ки чаро мардум бахусус ҷавонон ва муҳоҷирони меҳнатии мо даст ба ин кор мезанад ва ба ин ҷанги таҷовузкоронаи Русия ки бар зидди Украина ҷангида истодааст меравад, иштирок мекунад ва аз номи Русия ин ҷангро ё ин амалиётҳои низомие ки аз ҷониби Русия таҳрир шудааст бо он иштирок мекунад. Ин ҳам аз хомӯшӣ ва беэътибории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Агар мо бибинем дигар кишварҳои ҳамсояи мо бахусус Қирғизистон, Ӯзбекистон дар аввали ҷанг солҳои 2022 чанд моҳ аз ҷониби роҳбарият, аз ҷониби вазорати хориҷа ва дигар ниҳодҳои давлатӣ ба мардумаш эълон мекарданд ки ба ин ҷанг иштирок накунанд, зеро ин қонунвайронкунӣ аст ва ҷазо таъин шудааст ва хеле инҳо дар воситаҳои ахбори оммад дар телевизионҳош ин эълонҳо ва ин муроҷиатнома ва огоҳномаро мекарданд. Аммо Тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғайр аз сафораташ ки дар сафорати Тоҷикистон дар Русия дигар ягон ниҳод на дар вазорати хориҷа, на дар сатҳи роҳбарият, на дар сатҳи сарвазир ягон огоҳинома, эълоннома ё ҳамин мардумро огоҳонданд ки дар ин ҷанг иштирок кардан зидди қонун ҳаст ва ба ин ҷазо дода мешавад. Яъне вақте ки хомӯшӣ ҳисобшуда, ман инро як хомӯшӣ ҳисобшуда медонам, ба хотири он аст ки чун вобаста худи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба Русия аст ва агар ӯ мардумашро монеи рафтан ба ин ҷанг мешуд, шояд ба худи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба режими Эмомали Раҳмонов як зарбаҳо мешуд ва ин хеле гуфтам як вобастагии сиёсӣ дорад ва аз ҳамин вобастагии сиёсӣ ки аз Русия вобаста аст ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин хомӯшии ҳисобшударо тарзе роҳандозӣ кард ки мардум фикр кард ки ҳукумати Тоҷикистон бо ҳамин хомӯшиш розӣ ҳаст ки муҳоҷиро ба ҷанг равад ва нотарсида муҳоҷирои меҳнатиам ба ин шартномаҳо даст даданд, чун диданд ки ягон ҷазо пешбинӣ нашудааст. Ва ҳатто бубинед, агар дар дигар кишварҳо вақте ки як нафар масалан аз Қирғизистон, Ӯзбекистон хеле маълумотҳои зиёд ҳаст ки агар як нафар аз ҷанг баргашт ба ватани худаш, онро ҳатман боздошт карданд ва ба ҳабс гирифтанд ва намедонам 5 сол ё 10 сол хулоса як муҳлат доданд. Аммо вақте ки ба Тоҷикистон баргаштанд, ҳеҷ масалан аксуламале аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода нашуд ва ҳатто он нафароне ки кушта шуданд дар ҷанг омаданд ва дар Тоҷикистон ба хок спорда шуд, ҳатто бо як қаҳрамонӣ, бо як ифтихор онҳоро гур карданд ки инро дар воситаҳои ахбор ҳам пахшу нашр шуд ва вақте ки инро муҳоҷирои меҳнатӣ мебинад ва чунин фикр мекунад ки дар ҳамин амали инҳо ҳеҷ ҷазое нест, баръакс эҳтиром аст ва вақте ки мебинад ки воқеан ҷазо несту эҳтиром аст, мардум ба ҳамин шартҳои Русия пешниҳод карда розӣ мешавад ва ба ҷанг рафта истодааст ва ба ҷанг рафтани шаҳрвони Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ Тоҷикистон дар ҷои аввал аст. Оне ки бо ин программае ки ҳоло шумо гуфтед мехоҳам зиндагӣ кунам, ки як программаи худи кишвари Украина аст, тақрибан 1000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистонро ном ва насаби онҳоро маълум кард. Ин яке аз қатри як баҳр аст. дар фикри мо вақте ки мо бисёр ҳам масъалаҳо ки сару кор доштем, тақрибан зиёда 7-8 ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин ҷанг иштирок доранд ва соли 2023 худи аз ҳисоби шаҳрвандони Тоҷикистон дар зиндонҳои Русия беш аз 11 000 нафар зиндонӣ буданд. Ҳоло бибинед ки ҳатто ба ҳамин маълумотҳое ки охири
که برای ما دسترس شد 1000 نفر هم در زندانهای روسیه از شهروندان تاجیکستان نیست، یعنی که زندانی نیست. تقریبا 10,000 نفر تقریبا 10,000 نفر از فقط زندانهای روسیه تنها شهروندان تاجیکستان به جنگ رفته شده است. شاید 10,000 باشد، شاید کمتر باشد، ما این معلومات رو درست نداریم. شاید بعضی آنها با وقتهای خودشان آزاد شده باشد، ولی تقریبا اگر ما میگویم تقریبا 10,000 شهروندان تاجیکستان تنها از زندان رفتند، که چون این میسیونرها یا دعوتگرهایی که برای جنگ دعوت میکنند در داخل روسیه، این خودی وزارت دفاع روسیه یا بعضی مثل همون واگنر یا کارپوراسیونی که جنگی است که آنها را دعوت میکنند، شرطا میبندند، ببینید که در همین تلویزیون ها، در رسانه ها همین چیز نشر میشود. دیگر کشورها به این نوت اعتراضی میدهد. مثلا وزارت خارجه قرقیزستان برای همین کارش که برای چه شهروندان قرقیزستان رو دعوت کرده است که به این جنگ تجاوزکاران روسیه همراه شود، شهروندان قرقیزستان و به جنگ رود، نوت اعتراضی میکرد. اما حکومت جمهوری تاجیکستان تمام این عملهای دعوت شوی، یعنی که دایه‌های جنگی رو میبیند ولی یگان عکس‌العمل نشان نمیدهد. حتی ببینید که دیروز خبر پخش شد که چند میسیونرها و همین دایه‌های روسیه که در داخل قرقیزستان بودند و از داخل قرقیزستان شهروندان قرقیزستان رو برای جنگ دعوت میکردند و شرطنامه میبستند و شهروندان قرقیزستان رو به روسیه میفرستادند و از روسیه به جنگ آنها رو حکومت قرقیزستان بازداشت کرد و اگر چند که بعد از چند وقت به حبس خانگی یا از این بازداشتگاه آزاد کرد به حق، یعنی که از جای زیستشان خارج نشدند. ولی حکومت جمهوری تاجیکستان ما همین گونه میسیونرهایی که یا دایه‌هایی که در داخل تاجیکستان هست و شهروندان تاجیکستان رو دعوت میکند که به جنگ در همین جنگ اشتراک کند و آنها رو گرفته میرود. حکومت جمهوری تاجیکستان اینها رو میداند و هیچگاه راه پیشگیری روی آنها رو نکرده است. یعنی دیده می شود که همین خاموشی حکومت جمهوری تاجیکستان خاموشی حساب شده است و این وابستگی به سیاست است و وابستگی به همین انتقال قدرت است، و یعنی که به جزا ماندن و تشویق غیر مستقیم است. یعنی که وقتی که جزا اعلان نمی کند، قانون جمهوری تاجیکستان پایمال شده است، همون ماده جنایی 401 زرخریدی پایمال شده ایستاده است و همیشه دیده میبینید. یعنی که این معلوم است که حکومت جمهوری تاجیکستان مردم رو به همین جنگ حیله کرده ایستاده است. شاید درست‌تر گفتم، خیلی حرفا زیاد است شما، ولی اگر با سوال‌ها ان شاء الله کوتاه‌تر بکنیم ان شاء الله. بله سلامت باشید. خیلی معلومات‌های جالب دادید. واقعا تحلیل‌های شما جا دارد. باید بالای این هم مردم هم حکومت فکر کند که چرا چنین شده ایستاده است. حالا این ببینید دیگه، حالا ما درباره تاجیکان میگیم که از جانب روسیه جنگ میکنند، اما ما در حال حاضر میدانیم که تاجیکان از جانب اوکراین هم جنگ ایستادند. بله تاجیکان هستند که در سوریه جنگ کردند، تاجیکان هستند که در افغانستان جنگ کردند، جنگ میکنند. بله ما هم اینها رو داریم. عجب نیست که مثال در دیگر نقطه‌های گرم، نقطه‌هایی که در آنجا عملیات جنگی برگزار میشه، تاجیک اونجا حضور پیدا کند. حالا دیگر ما حالا تنها یک طرفه به نظر من که ما فقط تنها یک طرف رو دیده ایستادیم، تاجیکی که از جانب روسیه جنگ کرده ایستاده. ما درباره تاجیکی که از جانب اوکراین جنگ میکنه چی باید گوییم؟ یا چرا حکومت تاجیکستان برای تاجیکی که در سوریه جنگ میکند آن را چخیل که حاضر گفتید با ماده زرخریدی زکافتکوف میسپارد، به جنایتکار میحسابد، تا خانواده پدر و مادر دادرش نزدیکانش بالایش فشار میارن، آنها رو دعوت میکنن، پرسجو میکنن. اما این تاکتیک گویم یا این متد یا این طرز معامله با تاجیکانی که در روسیه هستن عملی کرده نمیشد. یا من این یک موضوع وسیع است. حالا ما میخواستم در نظر شما رو درباره تاجیکانی که از جانب اوکراین فرضاً جنگ میکنن درباره آنها شنوم. آیا هست چون اینا در روی خط؟ بله
البته هست وقتی که جنگ میشود خواهید نخواهید شهروندان همه منطقه یا مثلا بخصوص تاجیکستان در دو جبهه هست، هم از جانب همین جنگی که شما گفتید جنگ تجاوزکارانه روسیه حساب میکنم و این رو دقیقا همین گونه دیگرها هم میداند. یعنی در همین جنگ تجاوزکارانه روسیه هم از جانب روسیه و هم از جانب اوکراین شهروندان تاجیکستان هست، ولی بیشتر شهروندان تاجیکستان خیلی که هم گفتیم خیلی سبشان زیاد هست در با خیلی که سببهاش هم گفتیم در همین از جانب روسیه جنگ میکند، ولی تعداد خیلی کم است که تاجیکان در حمایت از اوکراین یا در این جبهه قرار دارند. اینها بیشتر تاجیکانی هستند که در اوکراین سالهای زیاد زندگی کردند یا سالهای آخر پیش از جنگ 3 یا 4 سال آخر در اوکراین زیستند و در اونجا ماندند و وقتی که اعلان جنگ شد یا حمله که از جانب روسیه صورت گرفت نرفتند به یک کشور دیگر، در همونجا ماندند و همچون من بیشتر البته من طرفدار آن نیستم که تاجیکستان در یک جنگ‌های کشورهای دیگر اشتراک کند. من ضد هستم و چندین مرتبه هم در چندین برنامه‌ها اعلان هم کردیم و گفتیم که هیچ محل یک تاجیک شهروند تاجیکستان در یگان چه سوریه است، افغانستان است، روسیه است، اوکراین است نباید جنگ کند. ولی در این ما خواهیم نخواهیم شهروندان تاجیکستان در این جبهه و در اون جبهه هست و در اوکراین هم خیلی تعداد کم است. ما تقریبا از روی که ما میدونیم همگی یا 100 یا 150 نفر از اون بیشتر نیست. اون نفرانی هستند که در روسیه در سالهای آخر زندگی کردن یا شهروند همین اوکراین هستند. ولی بعضی شما فکر نکنید که مثلا فقط این کار حکومت روسیه انجام میدهد، یعنی زرخریدی با پول دعوت کردن یا با پول خریدن، این هم از حکومت اوکراین هم این کار رو انجام میدهد و تعداد یک کمی از تاجیکان شاید به خاطر پول یا به خاطر مثلا خوب کردن زندگی خوب خودشان در همین جنگ اوکراین اشتراک کرده باشند. ولی ما خیلی که پیمان ملی تاجیکستان و من خودم همچون راهبر انجمن مهاجران آسیای مرکزی ده ها مراتب گفتیم و ضد این هستیم که شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه، در جنگ اوکراین و دیگر جنگ‌هایی که در خاور میانه هست اشتراک کنند و بهتر است که همین جوانان و همین شهروندان تاجیکستان که حالا در جنگ هستند بهتر است که از این عمل دست کشند و به جاهای مناسب خود برگردند. اما ما همین نفرایی که در اوکراین یا ضد روسیه جنگ میکنند از جانب اوکراین ما یعنی که خلاصه ما حرفای ما به اینها ضد است. خب زنده باشید. حالا آقای الهام جان در سخن پیش از این گفته‌تان درباره زندانیان تاجیکانی که در روسیه در زندان بودند از آنها یادآوری کردید. یعنی اکثر تاجیکانی که در زندان بودند حالا دیگر میشود گفت که زندان را ترک کردند به خاطر جبهه، یا آزاد شدند یا به خاطر جبهه رفتند از زندان بیرون شدند. آیا میشود گفت که در این عمل یعنی از زندان برآمدن و رفتن به جبهه اینجا یعنی زندان جبهه را بهتر از زندان دانستن، در اینجا مسئولیت حکومت تاجیکستان هم هست. ما گفته میتونیم که تاجیکستان در اینجا گناه دارد، یعنی حکومت تاجیکستان، چون که شهروندش اولا که در روسیه زندانی بود، شاید گناه کرد نکرد واقعا اکنون این طرفش با خودش معلوم است. اما وقتی که او به خاطر جبهه دمو شرطنامه رو امضا میکنه از زندان میرود، آیا در اینجا ما میتوانیم حکومت رو گناهکار کنیم، حکومت تاجیکستان رو، یا نه؟ بله، اینجا نقش حکومت و مسئولین خیلی بلند هست. به خاطر آن است که وقتی که به هیچ کس حق داده نشده است، نه به حکومت روسیه نه به آنهایی که به زرخریدی مشغول هستند به مثل واگنر یا دیگر کمپانی‌هایی که به جنگ مردم را میبرد، به هیچ کس حق نداده شده است که در یک زندان شهروندان دیگر رو
برای جنگ دعوت کنند، شرطنامه بسته شود، در حالی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون جناییش معلوم است که زرخیردگی یک جنایت است و هر کسی که دعوت به جنگ میکند و هر کسی که شهروندانش را به جنگ میبرد، اون هم به همین جزای که معلوم کرده است یا قانونی که معلوم کرده است با استاتیه 4 ماده 4.1 و همین دعوت کننده هم به همین قانون باید نوابسته از کدام کجا بودند باید جوابگر باشد، چون در این قانون هست و ما این رو در عمل هم دیدیم. ببینید که وقتی که شما هم گفتید که وقتی که یک نفر به جنگ سوریه رفته است با اختیار خودش یا با مجبوری به جنگ سوریه رفته است، حکومت جمهوری تاجیکستان تا دعوتگران تا آنهایی که با کدام راه رفته است و اینها رو کی برده است تا آنها رو میکوبد مییابد و آنها رو هم مثل همپیمانی همون جنگجو آنها رو و بازداشتگاه میبرد، تحقیقات میبرد و بعدا به زندان انتقال، یعنی که حکم میگیرد. و به خاطر همین هم حکومت جمهوری تاجیکستان وقتی که خاموشی رو اختیار میکند میبیند که وزارت دفاع حکومت روسیه کمپانی‌های مثل واگنر خیلی که ما در مثال‌ها خیلی ذکرش کردیم و در رسانه‌ها هم دیدیم که فعالانه آنها اشتراک میکرد، همچون میسیونرها و همچون داعیگرها حکومت شهروندان تاجیکستان را از زندان، از کوچه ها، از نزد متروها با همین شرطنامه های پاسپورت گرفتن یا مزدی خوب دادن آنها رو گرفته میرفت و این معلومات ها به حکومت جمهوری تاجیکستان روز به روز و ساعت به ساعت رسیده می ایستاد، چون در آنجا سفارتخانه هست و این چیز رو میدیدن و چشم پوشی میکردن، خاموشی میکردن. این واقعا مثل دیگر کشورها که قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان که نوت اعتراضی اعلام کرد وقتی که دیدن که وزارت دفاع این کار را انجام میدهد یا میسیونرها این کار را انجام میدهد و مثالش هم گفتیم که حتی در داخل قرقیزستان این گونه میسیونرهای روس رو جاشون رو معلوم کردن و آنها رو بازداشت کردن. یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان وقتی که خاموشی رو انتخاب میکند و خاموشی حساب شده من رو میدانم و همین گونه میسیونرها بگذار از جانب وزارت دفاع باشد یا از کمپانی‌های جنگجو باشد میبیاد در نه تنها در حبسخانه، ما فقط این حبسخانه رو مثال آوردیم، ما ده ها مثال داریم که از نزد مترو گرفته رفتن، از جای کارخانه گرفته رفتن، از خوابگاه‌ها گرفته رفتن. یعنی تاجیک رو از همه جایی که در اونجا تاجیک زندگی میکند کار و فعالیت میبرد در کوچه اینا رو بازداشت کردن با تهدید به دپورت شدن یا با تهدید به زندان شدن یا با زوری یا با ضرری آنها رو خریداری میکنند. و حکومت جمهوری تاجیکستان عجیبش همین است که حکومت جمهوری تاجیکستان همین معلومات ها رو میداند. اون معلومات هایی که من و شما داریم این مثلا شاید که به 0 برابر باشد، شاید ما چند فایز خیلی کم رو داریم، ولی حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی معلومات های زیاد دارد و وقتی که خاموشی رو انتخاب میکند از همین سبب اساسی و گناه اساسی ما در حکومت جمهوری تاجیکستان میبینیم که نقشه خودش رو همچون حکومت فعلی اجرا نکرده ایستاده است. خب بسیار خوب فهمو. حالا اکو الهام جان، حالا خیلی وقت داریم، یک 15 دقیقه زیادتر. اکنون به دیگر طرف مسئله نگاه کنیم. همین تاجیکان که در جنگ ها اشتراک کرده ایستادن، آنها خواهیم نخواهیم خیلی عمرشان دراز باشد، خیلی هاشان برمیگردن به تاجیکستان، شهروندی روسیه را میگیرن، شهروندی نمیدونم دیگر کشورها را میگیرن که برای آنها جنگ کرده ایستادن، آنها به تاجیکستان برمیگردن چون که آنجا وطنشان است. این چی پیامدهایی دارد به ما؟ برای تاجیکستان چی پیامدهایی دارد وقتی که یک نفری که برای یک کشور جنگ کرده است، فرضاً برای روسیه جنگ کرده است، یعنی خدمت کرده است برای روسیه و او برمیگردد به تاجیکستان، او خود را چه خیلی حس میکند؟ او مناسبت حکومت با او چه خیلی میشود؟ عموما همین اشتراک تاجیکان در جنگ ها چی پیامد دارد در عموم برای کشور ما؟ یعنی نه تنها جنگ روسیه، حتی جنگ خاورمیانه. بله بله حالا گینه اکول جان میبخشید. حالا نفرانی که از خاورمیانه میآیند به تاجیکستان، آنها با خودشان به پای خودشان بیادگر آنها رو محکم میکنند، زندان میکنند، جاشون معلوم است، آنها رو آزاد زندگی کردن نمیمانند. این 100% است. یا اون تاجیکانی که در افغانستان هستند،
اما تاجیکانی که در روسیه هستند آنها رو فکر حالا فهمیده ایستادیم که دیگر آنها رو محکم نمیکرد از تاجیکستان، یعنی به بله. دادگاه نمیکشید، یعنی آنها آزادند. آنها بعد یعنی نفر قانون رو ویران کرد، اما تاجیکستان نسبت به یگان خیلی چاره‌بینی ندید و دیگر میتوان گفت که همون خط قرمز رو گذشت. و اگر نفر یا حکومت تاجیکستان بر ضد همین نفر یگان کاری کند، البته حکومت روسیه کرمل حرفش رو میگوید، طرفگیری میکند. مقصد من همین است که آیا این به استقلالیت تاجیکستان در آینده عموما در سیاست‌های منطقوی تاجیکستان یگان تاثیر دارد؟ یعنی اینها یک نفر دو نفر نیستند، اینها هزارها اند. بله بله، این یک سوال خیلی سوال درست شما دادید و خیلی هم خوب شد که این سوال رو دادید. و واقعا همون نفرهایی که در عملیات‌های نظامی در جنگ‌ها اشتراک می‌کنند، چه در خاورمیانه باشد، چه در افغانستان و طول اینجاها باشد و چه در اوکراین جنگ می‌کنند، اون جنگ است. یعنی شهروندان تاجیکستان یعنی همین تجربه جنگی رو علاقه کسب می‌کنند، این یک براشون یک کسب میشه. و همچنین که حکومت جمهوری تاجیکستان از جنگاورانی که در خاورمیانه در افغانستان جنگ می‌کنند میترسد و همیشه میگوید که برای نه تنها برای تاجیکستان، برای منطقه آسیای مرکزی خطرزا است و همیشه آنها رو بازجویی میکنند، جستجو میکنند و دعوت میکنند که حتی برگردد در نزد قانون جواب دهد. و همین فکر و اندیشه درباره دیگر نفرهایی که در جنگ روسیه اشتراک میکنند، اونها هم حکومت تاجیکستان حساب کرده و حساب شده هست. آنها میدونند که وقتی اینها برمیگردد جنگ ختم میشود، در روسیه هست یا در تاجیکستان برمیگردند، الان اینا خطر به خود تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی دارد. این حکومت جمهوری تاجیکستان تمام این رویخط ها را دارد، ولی از سبب آنه که وابسته به سیاست حکومت روسیه هست، تاجیکستان وابسته از این سیاست هست، در حال حاضر به فکر من به اینها یگان چاره‌بینی یا چاره‌جویی نخواهد کرد، اگرچند که آنها حکومت جمهوری تاجیکستان درست درک میکند که اینها دردسر خواهند شد یک روز. ولی در حال حاضر به فکر من با آنها هیچ کار انجام داده نمیتوانند و فکر میکنم که آنها بیشتر حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر آنها رو در روسیه نگاه می‌دارد و وقتی که به تاجیکستان می آید یا با حکومت روسیه یک گفتگوی انجام خواهد داد که همین نفرایی که به تاجیکستان برگشت آنها رو به حبس میگیرد و طبق قانون جمهوری تاجیکستان هم ماده جنایی 401 به جوابگیری میکشد و به زندان انتقال خواهد یافت. به خاطر آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان از همین گونه شخصانی که در عملیات‌های جنگی اشتراک کردند و علاقه این کسب رو آموختند و یک تجربه کافی پیدا کردند، از اینا همیشه میترسند، چون تاجیکستان خودش یک منطقه، یک کشوری است که در هر حالت یک انقلاب، یک ماجراجویی، یک کار انجام شود که همین نفرها البته برای خود رژیم دیکتاتوری رحمانوف خطرزا هست. و از همین جهت من فکر میکنم اگر خلاصتا بگویم، من فکر میکنم در حال حاضر به خاطر همینا، به خاطر روسیه وابستگی که از روسیه دارد، در حال حاضر تا ختم جنگ یگان کار انجام نخواهد داد، ولی پس از ختم جنگ البته آنها رو با رازیگی روسیه به جوابگیری خواهد کشید. خب یک سوال دیگر، در روزهای آخر در شبکه‌های اجتماعی یک نوار پیدا شد، خب پیش از این هم نوارهای چنین بودند که تاجیکان در اسارت قرار دارند، در اسارت اوکراین، یعنی در پلن گوییم در اسیری قرار دارند و آنها نوبت خود را انتظار هستند که کی یعنی با روسیه آنها تبدیل میشن، یعنی عوض کرده میشن با اسیران اوکراینی که در دست روسیه هستند. در این باره میخواستم فکر شما را فهمم. و سوال آخران این هست که ما چند نفر از تاجیکان که حالا در در قسم‌های حربی هستند، در روسیه هستند، در دیگر جا، با آنها چی مصلحت میداده، چی مشورت میداده، چیکار آنها باید کنند؟ خود را
نمیدونم چیکار کنن که جان خود را خلاص کنن از این بلا. چون خیلی ها نوار کردن گفتن که به من کمک کنید، یاردم کنید، من نمیخوام جنگ کنم، من زیستم میخوام، من مردن نمیخوام. یعنی آنها امداد پرسیده ایستادند، حکومت تاجیکستان با آنها کمک نکرده ایستاد، سفارت به این دخالت نکرده ایستاد. پس چیکار باید آنها کنن؟ بله، شهروندان تاجیکستان باید نه تنها آنهایی که حالا در یک جایی که آنها رو انتقال به جنگ یا به جنگ میفرستانند یا در بعضی هست که در آنجا علاقه عملیات‌های نظامی رو برای آنها می‌آموزانند، شاید برای آنها حالا همین حرف ما تاثیر نکند. ما بیشتر با اون شهروندان تفسیر میدیم که حالا در خود خاک روسیه هستند و زندگی کار و فعالیت دارند و به اندیشه ما حالا صلح شدنش خیلی بر وقت است و این جنگ دوامدار خواهد بود. به اندیشه من به هر حال چند ماه یا چند وقت دیگر خیلی جنگ‌های شدید خواهد شد بین روسیه و اوکراین. به خاطر صلح رسیدن در آخرش خیلی جنگ‌های شدید می شود و به خاطر همین باید شهروندان تاجیکستانی که در روسیه کار و فعالیت دارند و خطری به جنگ رفتنشان هست باید این کشور را ترک کنند، به وطنشان برگردند. این بهتر است، از همه بهترین راه است. ولی اگر چون فقر و بیکاری و بیسوادی در تاجیکستان هست و بی‌برقی هست و اگر بتوانند با هر کمک دیگر شهروندان تاجیکستان به یک کشور وارد شوند که در آنجا امنیت خودشان خوب است و یعنی آنها رو به جنگ گرفته نمی رود، مثل اروپا یا کشور دیگر، در آنجا کار و فعالیت خودشان رو انجام دهند. ولی آنهایی که علاقه در میدان‌های جنگ هستند شاید حرف ما رو نشنوند، ولی همین گونه پروگرام و همین گونه نمودهای شکل‌های فعالیت‌ها هست که در اوکراین هر کسی که به آنها مراجعت میکند، به اوکراین مراجعت میکند، آنها از میدان جنگ یا جایی رو تعیین میکنند که میتونند از اونجا همون نفرایی که دست از این جنگ میکشند آنها رو نجات میدهد و به طرف جبهه دیگر میگذراند که ما در تجربه و بعضی از نفرهایی هم که شنیدیم که با همین پروگرام، با همین تشکیلات هایی که در اونجا فعالیت کار میکند با آنها مراجعت کرده است، از داخل میدان آنها رو به یک جای امن‌تر و بعدا به یک جبهه دیگر گذراندند و خودشون تسلیم کردند. و آنهایی که شهروندان تاجیکستان که در میدان هستند بهتر است که تو به خاطر آنکه زنده مانند و جان خودشان را خریداری کنند تسلیم شوند و به یک جبهه دیگر، جبهه امن‌تر گذرند. ولی خیلی گفتم شهروندانی که حالا در این کشور زندگی کار و فعالیت دارند و سن سالشان به همین رفتن جنگ مطابقت میکند باید این کشور را ترک کنند، به یک جای دیگر گذرند. و من با یک نمیدونم خلاصتا اگر بگویم اجازه دید یک پیشنهادها به حکومت جمهوری تاجیکستان هم دارم. بله صدای شما رو شنیدم. عیناً همین رو میخواستم گویم که حالا شما همچون یک نفری که از وضع مهاجران خوب آگاه هستید، یعنی پیشنهاد شما برای حکومت چی خواهد بود؟ یعنی حکومت از نگاه شما، از نگاه یکی از افرادی از راهبران پیمان ملی تاجیکستان که نظر پیمان ملی تاجیکستان چگونه است؟ یعنی حکومت تاجیکستان امروز باید چیکار کند تا شهروندش را صاحبی کند، چیکار کند تا شهروندش را جانش را نجات دهد؟ چیکار باید کند؟ بله، من پیش از همه خلاصه تمام این گفتگوهای بگویم، چون که ما خلاصتا تمام همین مصیبت ها و کارهایی که ضد شهروندان تاجیکستان در روسیه شده ایستاده است، از جمله پایمالشوی حقوق انسان، از جمله بستن شرطنامه به جنگ بردن شهروندان تاجیکستان، این از بی‌اعتباری و بی‌اعتنایی و خاموشی حکومت جمهوری تاجیکستان است. یعنی خاموشی حکومت تاجیکستان در برابر رفتن شهروندان به جنگ روسیه یک حالت تصادفی نیست، این یک سیاستی حساب شده است. این خاموشی ریشه در وابستگی عمیق سیاسی و حتی بگویم اقتصادی از روسیه دارد و همزمان یک واسطه نگه داشتن پشتیبانی خود از کرمل است برای انتقال آسایشی قدرت در داخل کشور. و متاسفانه در این سیاست نه منفعت ملت، نه قانونیت
و نه حیات مهاجران به حساب گرفته نمی شود. به خاطر همین من از حکومت جمهوری تاجیکستان طلب میکنم که باید به همین خاموشی، به همین بی‌اعتباری و بی‌اعتنایی، یعنی که خط بطلان کشیده شود و دیگر بس است. این خاموشی، این بی‌اعتباری باید به حکومت روسیه بفهماند که این شهروندان صاحب دارد، تاجیک صاحب دارد، نه وابسته از فقر و بیکاری که در تاجیکستان هست و یعنی این چیزا وابسته نباشد. یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان خاموشی را بحث کند، بی‌اعتنایی و بی‌اعتباری بحث کند، گفتگو با روسیه بکند و شهروندان خودش را نجات دهد و همچنین تمام از واسطه‌های اخبار عامه، از رسانه‌ها استفاده برد و اعلام بکند که شهروندان جمهوری تاجیکستان به وطن برگردند و یک مهلت معین تا ختم جنگ به تاجیکستان برگردند و حکومت جمهوری تاجیکستان با آنهایی که برمیگردد جای کاری مناسب، یک زندگی مناسب رو، آسایش رو برایشان تامین کنند و همچنین حکومت جمهوری تاجیکستان پیشگیری رفتن تاجیکستان به مهاجرت رو بگیرند. یعنی آنها امکانیت دارند که برق رو برای مردم دهد، امکانیت دارد که تجارت‌های خود را سرمایه‌گذاری کند. اینها امکانیت، حکومت جمهوری تاجیکستان امکانیت دارد که مردم را در یک شرایط بهتر زندگی کردن مردم شرایط فراهم آورد. برای همین حکومت جمهوری تاجیکستان اگر می‌خواهد که تنها اگر خواهش و خواسته داشته باشد همین کارها را انجام دهد، من فکر می‌کنم که این سطح رفتن مردم به جنگ روسیه کاهش خواهد یافت و یا همون عمل یا اون متدهای رو استفاده برد که برای مردمی که جوانانی که به جنگ سوریه رفته ایستاده‌اند آنها رو چگونه تحقیقات میبرند، چگونه آنها رو رقم‌های آنها رو میابند، زنگ میزنند یا با پدر مادر آنها همصحبت میشوند. همین متد، همین مثلا تجربه کاری خودشون رو به همون شهروندان هم بکنند که آنها در جنگ روسیه اشتراک دارند. وقتی که این کار رو میبیند، من حتما باور دارم که مهاجران مهنتی از این دست میکشد، چون که همین چخیلی گفتم هیچ جزایی نیست، برعکس احترام میشویم. حالا یک شعار همین چیزام بی‌میلانه استفاده شده برده ایستاده است. یعنی وقتی که مهاجر میبیند که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به پدر مادر نزدیکانش فشار آورده می شود و این جنگ هم به هیچ وجه راضی نمی شود، نه برای شرطنامه ببندد نه برای گرفتن پاسپورت روسی. برای همین حکومت جمهوری تاجیکستان باید همین کارو حتما بکند. زنده و سلامت باشد اکا الهام جان. خیلی منتدارم از امروز صحبتتان. خیلی یک صحبت پرمحتوا و خیلی پرمضمون بود. با سوالهای ما جوابها و پاسخهای مفصل دادید و امیدوارم که مردم و تماشابینان ما نیز با آن سوالهایی که در ذهنشان بود یک پاسخها گرفتن و امیدوارم که از همه اساسیش حکومت جمهوری تاجیکستان نوابسته از گفته‌ها یا حرفهای ما باید که خودش در همین شب و روزها یک اقدام‌هایی کند تا شهروندان تاجیکستان را نجات دهد. در کجایی نباشند، در کجایی که نباشند نجات دهد. بله. اکای الهام جان، از شما منت دارم برای امروزه تکلیف ما رو قبول کردنتان. خسته نباشید. در مهنت ها و زحمت هایی که برای مردم و ملت میکشید خداوند اجر دهد و امیدوارم که باز در برنامه های آینده صحبت خواهیم کرد. خوب شد. رحمت، تشکر. سلام علیکم. زنده و سلامت باشید اکا. همین بود دوستان عزیز امروزه برنامه ما که خواستیم در همون یکی از موضوعهای مهم آن هم باشد که وابسته است به جان انسان، به جان هموطنان من شما، برادران، فرزندان، دوستان و پدر و مادران بعضی از دوست تماشابینان و این وابسته است. به همین خاطر خواستیم صحبت کنیم. و مقصد اساسی از این صحبت چی است؟ مقصد اساسی از این صحبت این است که همین موضوع، یعنی موضوع اون که همین یک تاجیک می رود مجبوری او رو میبرند به جنگ، مجبوری میبرند او رو با جانش بازی میکنند، پیشین گرفته شود، تاجیک صاحبدار شود و برای این تاجیک حکومت دارد، دولت دارد و وظیفه اولین درجه دولت، حکومت
همین است که همین شهروندان خودش را صاحبی کند، حمایه کند، راه ندهد که دیگر نفر او را مجبوری برد به مردن. به پرده پوشان گپ زنیم، یعنی برند به مردن. پیش راه این را گرفت، صاحبی کند شهروندانش را، فرزندان همین ملت را صاحبی کند، تمام تاجیکستانیان را حمایه کند و صاحبی کند تا که آنها مجبور نشوند که برای یک پاسپورت جان خود را در خطر گذارند. همین خیلی باید سیاست را حکومت تاجیکستان براه ماند که تا همین شهروندی تاجیکستان برای هر یک تاجیک خودش کفایه باشد، همین پاسپورت همین دولت او را حمایتگر باشد. این خیلی سیاست را باید راه گذاشت. ما بعضی کشورهای میدانیم که برابر یک شهری دوشنبه است، خود در اروپا باشد خود در دیگر منطقه، مثل کشورهای موناکو، لوکسمبورگ، لیختنشتین، کشورهایی هستند که معدتاً مثل یک ناحیه هستند در تاجیکستان، اما چنان سیاست را پیش گرفتند که شهروندان آنها در تمام کنج دنیا در امن قرار دارند. اینها نه با پولشان، نه با یراق اصلیشان، نه با کلان بودن حدودشان، نه، این حکومتداران با سیاستشان توانستن شهروندان خودشان را حمایت کنند. با سیاستشان عیناً تاجیکستان هم باید، یعنی حکومت تاجیکستان باید چنین کرد که تا با سیاستش شهروند تاجیکستان را حمایت کند، در جای دنیا نباشد. این وظیفه اولین درجه حکومت است، چون که حکومت اساسی همین مردم است، همین خلق است. همین حکومت را به همین حکومتداران امروزه همین خلق داده است، باید این را حمایت کند. و بعداً خیلی که در گذشته بود، یعنی با یک میتوان گفت امنیست اعلان کردن تمام افرادی که در خارجه در جنگ های بیرون اشتراک کردن، یک شاید امنیست اعلان کنند، یک سیاست راه اندازی کند که آنها از جنگ دست کشند و برگردند. این شاید برای یک نفری که همون افراد جنگجو را نشناسد شاید این چیز یک چیز بی ارزش باشد، اما برای پدر و مادر ها، برای نزدیکان خویشان ها، شاید خیلی از آنها زن و فرزند دارند، برای آنها این مهم است. وقتی که ما جان هر یک شهروند تاجیکستان را عزیز و مهم ندانیم، ما نمیتوانیم تاجیکستان را در عموم عزیز و مهم کرده. فرق ندارد او با کدام دیدگاه است، با کدام نظر است، با کدام اندیشه است، او شهروند است و این شهروند باید حمایه شود و حمایه کردن وظیفه اولین درجه حکومت است. اگر حکومت توانست حمایه کند، اگر نتوانست رود تا دیگران بیایند این کار را کنند. باقی خداوند نگهبانتان باشد دوستان عزیز، تا برنامه آینده در پناه خدا. سلام علیکم و رحمت الله.